سلام و سپاس که با ما هستید. بحث‌های داغ درباره آتش زدن آسیای 6 ساله، خوابگاه ترسناکی نزدیک بازار کاروان در دوشنبه و زیبایی و زشتی‌های شهر را در امروز به آزادی آنلاین آوردیم. ما دست با خورده شدیم، گفتم چا کرد؟ گفت که یک کودک از سوزانده. من گفتم کودک ما خالی کودک نبود. گفتم بعدی به بیمارستان روحی بردن پسری 13 ساله‌ای که آسیا زلفانوی 6 ساله را در یک باغ دوشنبه آتش زد، صدها شهر هم به وبسایت رادیو آزادی و هم به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک رسید، از جمله از محسن تبریز که در فیسبوک مادران تاجیک را بی‌پروا نامیده و تنقید کرده است. او میگوید تا حال کودکان 4-5 ساله را مادران از صبح صادق به بیرون سر می‌دهند، علل خصوص در شهر و تا نیم شب اثر مثل که خانه گنجشک ویران شده باشد. دختران را در 17 سالگی شوهر می‌دهند، می‌زایند و در کوچه می‌پرتایند. گفتم چی خیلی شد؟ گفت ما ترسانده برد، ای حجتخانه مکتب فریب کرده برد که بیا در کله شما میزنم. زنان هم در این بحث بی‌طرف نیستند و یکی از آنها صباحت خیلای و از بانوان تاجیک می‌خواهد کودکان را بی‌نظارت نگذارند تا فاجعه به سرشان نیاید. او می‌نویسد: من شخصا با زاییدن و نزاییدن زنها کار ندارم، لیکن کودکان را از ساعت 6 سحر از در بیرون می‌کنند. نظارت نیست تا ساعت 11 و 12 شب با کودکان بی‌نظارت هر فلاکت شدنش ممکن است. این هم شرایط در ما زندگی داریم که می‌فورد. وجود سین سالمون هم رفت است که بگیم هر روز ما مثلا با دستگاه تا پرزیدنت رفتیم نویستیم. بحث داغ دیگر که در صفحه رادیو آزادی در اینستاگرام ادامه دارد درباره شرایط ترسناک یک خوابگاه در دوشنبه است. نظارت حکومت بی‌درک شدیم. نیموویچ 1997-09-09 بعد از دیدن این ویدیو در اینستاگرام زیر آن چنین نوشته است: اول فکر کردم هندوستان و یا بنگلادش باشد، باوری نداشتم که چنین جایی در دوشنبه هم هست. میرزاولی 92 گفته است که اگر دولت درست نکرد خودتان نمیتوانید آن را تعمیر کنید، مبادا به سرتان فرو نرود. هر یک 500 سامانی جمع کنید، خوابگاه را تعمیر کنید. نفر دیگری در پاسخ نوشته است که اگر این مردم 500 سامانی می داشتند در خوابگاه زندگی نمی کردند. یک شهر خاموش رو میموند، شهری که تلاطم نداشت. صحبت را درباره دوشنبه ادامه می دهیم که یک ویدیو درباره زیبایی و خوبی و نارسایی های شهر بحث زیاد برانگیخت. جمعیت دیگر بود، مناسبت ها دیگر بودند. حاضر شهر زیبا شده است. اما مناسبت ها چگونه است؟ دیگر سوال ندید. کاوه کوهستان در شرح این ویدیو در وبسایت رادیو آزادی چنین نوشته است: شهر آن وقت زیبا می شود که برای ساکنانش زندگی آسان دسترس باشد. 98% مردم شهر کمبیزاد هستند، 2% دوشنبه کمتر خوبتر زندگی دارند. کلتور مولتور و یا فرهنگ در خوابیگران است چون آزادی نیست. در اینستاگرام هم شرح زیاد گرفتیم، از جمله از فیروز تاجیکستان که گفته است: به خفگی وقتی من به دوشنبه میروم فکر میکنم که قشلاق باشد. گلچهره خالق و ظاهرا از تنقید زیاد در اینستاگرام ناراحت شده و از مردم خواسته است که به جای عیبجویی خودشان دست و آستین بر بزنند و زندگیشان را درست کنند. شرح او در اینستاگرام چنین است: مردم ناشکر همه وقت کمبودی میجویند، انسان به کمبودی زندگی نمی کند، سالها زحمت میکشی بعد صاحب مرتبه میشوی. شما هم گپ را کم کنید و برای زندگی خوب مهنت کنید و زحمت کشید. عیبجویی راهی آسان و بیفایده است. آزادی آنلاین به پایان رسید. اگر برنامه را دیدید با دوستانتان هم بفرستید تا بیخبر نمانند. اگر ویدیو دارید یا اندیشه‌تان را میخواهید بگویید، پس تلفنی که میبینید برای شماست. وایبر، واتساپ، ایمو، تلگرام و هر کدامی که میخواهید بفرستید. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.